هنگام زیارت از پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری از عملیات ضد تروریستی این کشور که فعلا جریان دارد قدردانی نمود. در نشست مطبوعاتی مشترک با مشاور امنیت ملی پاکستان سرتاج عزیز، کری گفت عملیات در شمال وزیرستان ثمره خوب آورده است، ولی گروه‌های تروریستی هنوز هم تهدید جدی به بار می‌آورند. مقام بلندپایه امریکایی با اشاره به خشونت اخیر در مرز با هندوستان دعوت کرد که پاکستان و هندوستان بهر حل آسایشته مشکل‌ها تلاش ورزند. در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی منصبداران سفارت لیتوا و مقامداران گرجستان روز حامی آزادی را جشن گرفته، قربانی‌های سرکوب طرفداران آزادی در شهر ویلنوس در تاریخ 13 ینور سال 1991 را یاد کردند. آن روز ارتش شوروی با هدف احیای حکم مسکو بالای لیتوا قیام نموده 14 شخص آسایشته را به هلاکت رساند. بعد 10 ماه این حادثه لیتوا خود را کشور صاحب استقلال اعلان کرد. اشتراکچیان جمع آمد و از جمله پرزیدنت گرجستان گیورگی مرگویلاشویلی پرچم 200 متره لیتوا را بالا برداشته بودند. در شهر الماتای قزاقستان پژوهشگر و طبیب معروف مختار علیف که در سن 81 سالگی درگذشت به خاک سپرده شد. او پدر راحت علیف، سابق داماد پرزیدنت قزاقستان نورسولطان نظربایف است. حاضر راحت علیف که در قزاقستان با جنایت‌های وزنین متهم میباشد، در استریا بازداشت شده است. علیف میگوید عیبنامه‌اش جلوه سیاسی دارد. در قرقیزستان موزه ملی هنرهای زیبا واقع در شهر بیشکک به اختیار نمایشگاه سیار برندگان آزمون بهترین عکس‌های رسانه‌وی سال 2014 واگذار شده است. این عکس‌ها را هیئت داوران عبارت از عکاسان و محرران صورت در نشریه‌های سراسر عالم انتخاب کرده‌اند.